سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه 23 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم آدم برفی رو با همدیگه یاد بگیریم. اما قبل از اون یه خبر خوب براتون دارم. خیلی وقتا از من میخواید که یه قطعه خاصی رو آموزشش رو بذارم یا قطعات جلوتر کتاب رو دوست دارید آموزشش رو زودتر بذارم. اما چون من دوست دارم اون نظم و روال آموزشمون حفظ بشه و هر هفته درس‌های کتاب شیوه سنتور نوازی به ترتیب آپلود بشه، تصمیم گرفتم که به جای اینکه هر هفته یه ویدیو بذارم 2 تا ویدیو آپلود کنم و ویدیو دوم رو اختصاص بدم به قطعه درخواستی شما. پس اگر قطعه خاصی رو دوست دارید آموزشش رو بذارم یا درس‌های جلوتر کتاب رو دوست دارید زودتر آموزشش گذاشته بشه، لطفاً برای من کامنت کنید. قطعه‌ای که بیشترین درخواست رو داشته باشه رو من آموزشش رو در طول هفته براتون آپلود میکنم. طبق روال همیشه ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. قطعه شماره 23 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم آدم برفی، اثر سمین باغچبان. این قطعه یه نکته خیلی مهم و جدید داره که با درس‌های دیگه‌ای که تا الان با هم دیگه کار کردیم متفاوتش کرده. اگر نگاه کنید اول قطعه عدد میزان ما 4 یعنی اینکه در هر میزان معادل 4 تا نوت سیاه وجود داره. پس شمارشمون باید 4 تایی باشه، یعنی دور شمارش ما 4 تاییه. میشیم 1 2 3 4 و چون نوت چنگ توی قطعه اضافه شده باید بین شماره ها و اضافه کنیم، یعنی شمارشمون به صورت 1 و 2 و 3 و 4 و هست. اما بعد از اینکه دو میزان اول رو میزنیم، میزان سوم متر قطعه عوض میشه. به جای اینکه 4 باشه 3 4 یعنی چی؟ یعنی در هر میزان معادل 3 تا نوت سیاه وجود داره. پس دور ریتمیک ما به جای اینکه 4 تایی باشه، یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و، حالا دیگه 3 تایی میشه، یعنی باید بگیم 1 و 2 و 3 و. یک میزان فقط دورش 3 تایی هست. اول خط دوم باز دوباره 4 میشه، پس دوباره 4 تایی شمرده میشه و باز دوباره اول خط سوم دوباره قطعه 3 4 شده. پس یک میزان رو به صورت 3 تایی 1 و 2 و 3 و میشماریم و میزان آخر دوباره 4 تایی شمرده میشه. پس حواستون باشه وقتی متر قطعه تغییر میکنه دور ریتمیک ما عوض میشه، دور شمارش ما تغییر میکنه. اینو مواظبش باشید. نکته خاص دیگه من توی قطعه نمیبینم، یعنی نکته جدیدی نداریم. تمام نکته ها همونایی هست که توی از درس 16 به بعد داشتیم دیگه. ترکیب نوت سیاه و چنگ رو داریم، سکوت رو داریم و خیلی خیلی توی اجرا مواظب باشید اون میزان هایی که 3 تایی هست رو آخرش یه مکس اضافه نداشته باشید. این اشتباهی که خیلی هنرجوها میکنن، یعنی چون میزانهای قبلی داره 4 تایی شمرده میشه اینو 3 تایی میشمارن ولی بین 3 و 1 بعدی یه مکس میکنن که میشه همون 4. مکسی نباید باشه، پشت 3 و سریع باید یک میزان بعد گفته بشه. خب بریم با هم دیگه تمرینش بکنیم، نوت‌خوانی کنیم و اجراش رو روی سنتور با هم دیگه یاد بگیریم. قطعه ساده‌ایه و یه شعر کوتاه هم روش داره که حالا شعرش هم با هم دیگه کار میکنه. خب نوتامون تو میزان اول هست دو 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 ره سل سکوت. خب شمارشش هم براتون نوشته 1 و 2 و 4 تا چنگ داریم، 3 و یه نوت سیاه داریم، نوت سل هست، 4 و هم که سکوته. پس میزنیم 1 و 2 و 3 و 4 و. یه بار دیگه اجراش میکنم 1 و 2 و 3 و 4 و. میریم سراغ میزان دوم. نوتامون هست دو دو ره می ره، دو دو ره می ره. میشماریمش 1 و 2 و 3 و 4 و. حالا این دوتا میزان رو به هم دیگه وصل میکنیم. این مدل تمرین شما توی خونه باید باشه. یه جمله رو یا یک میزان رو میزنیم، جمله بعد رو میزنیم، به هم دیگه وصلش میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و. 1 و 2 و 3
میریم سراغ میزان سوم که دورش ستایی هست. نوتامون هست می فا فا سل سل، می فا فا سل سل. میشماریمش، ستایی باید بشماریم. 1 و 2 و 3 و همین دیگه، 4 وی وجود نداره. پس شد 1 و 2 و 3 و. بریم میزان بعد. می می ره ره دو، می می ره ره دو، که این 4 تایی شمرده میشه. 1 و 2 و 3 و 4 و. پس دو میزان آخری که با هم کار کردیم، یعنی اون میزان 3 4 و 4 4 بعدیش میشه 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 4 و. یه بار دیگه 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 4 و. حالا این 4 تا میزانی که با هم دیگه کار کردیم و من یه دور از اول تا اینجا اجرا میکنم که بشنوید ملودیش به چه شکل میشه. این تقریبا میشه یه عبارت کامل شکل گرفته. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 4 و. میریم سراغ جمله بعد، یعنی خط دوم، میزان دوم. سل 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 لا فا. بچه‌ها این علامتی که کنار نوت لا پشت خرک هست، علامت بمول، مربوط میشه به کوک سنتورتون. شما توی نوازندگی هیچ کار خاصی براش نمیخواد بکنید، اما اگر نگاه بکنید خرک لا یه ذره به سمت راست اومده، به خاطر این علامت بموله هست. پس این موقع اشتباه نکنید که فکر کنید جای خاصی باید اجراش کنیم. همون لای پشت خرک میزنیم. سل 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 لا فا، سل 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 لا فا. سکوت. میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و. میزان آخر خط دوم فا فا می فا سل، فا فا می فا سل. میشه 1 و 2 و 3 و 4 و. پس این دو میزان رو به هم وصل میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. میزان اول خط سوم که باز دوباره مترش 3 4 هست، 3 ضربی میشه. میگیم فا 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 سل می ره دو. یه نکته جدید اینجا داریم. نکته جدیدش چیه؟ این می ره دویی که آخر میزان داریم، می و ره با 2 تا خط به هم دیگه وصل شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این نوت‌ها نوت دولاچنگ هستن. خب فرقش چیه با نوت‌های چنگ؟ سرعت اجرای نوت‌های دولاچنگ 2 برابر میشه. یعنی همونطور که نوت‌های چنگ نسبت به نوت‌های سیاه ارزششون نصف میشه، ارزش زمانیشون، و سرعتشون 2 برابر میشه، دولاچنگ‌ها هم نسبت به نوت‌های چنگ سرعتشون 2 برابر میشه. خب ما برای نوت‌های چنگ چیکار می‌کردیم؟ یه و اضافه می‌کردیم. میشمردیم. اگه مثلا سیاه رو میگفتیم 1 2 3 4، وقتی چنگ اومد گفتیم 1 و 2 و 3 و 4 و. حالا برای نوت‌های دولاچنگ بین شماره هامون او اضافه میکنیم. اگر توی قطعه دولاچنگ زیاد باشه دیگه کل قطعه رو با او میشماریم، میگیم 1 و او، 2 و او، 3 و او، 4 و او. ولی چون اینجا فقط همین 2 تا نوت دولاچنگ رو داریم، یعنی فقط می و ره دولاچنگه، اینجا فقط همین قسمت رو با او میشماریم. یعنی میگیم 1 و 2 و 3 و. چون توی 3 باید 2 تا نوت اجرا کنیم. 2 تا نوت دولاچنگ ما باید تو ضرب 3 اجرا بشه. 1 و 2 و 3 و. یعنی تو 3 من 2 بار ضربه زدم. 3 و. حالا برای اینکه بهتر بتونیم این تقسیمات رو انجام بدیم، او رو میگیم 1 و 2 و 3 و. پس یادمون باشه هر موقع نوت دولاچنگ تو قطعه اضافه میشه، توی شمارش ما باید او اضافه بشه. میشه
یک و دو و سه و یه بار دیگه یک و دو و سه و. دقت کنید که این سه و باید سریعتر اجرا بشه. بعضی وقتا بچه‌ها اشتباه میکنن، مثلا اینجوری اجرا میکنن یک و دو و سه و این اشتباهه. سه و باید سریع اجرا بشه. یک و دو و سه و یعنی تو همون مدت زمان سه به جای یه دونه نوت 2 تا نوت اجرا میکنیم. و میزان آخر که میگه نوتش هست می می ره ره دو، می می ره ره دو. میشماریم یک و دو و سه و چهار و. خیلی من قطعه رو یه دور از اول تا آخر اجرا میکنم. یک و دو و سه و چهار و. یک و دو و سه و چهار و. یک و دو و سه و. یک و دو و سه و چهار و. یک و دو و سه و چهار و. یک و دو و سه و چهار و. یک و دو و سه و. یک و دو و سه و چهار و. اون دیسی که آخر قطعه بالای سکوت سیاه گذاشته رو قبلا داشتیمش، میخونیمش دا کاپو، یعنی تکرار از اول، یعنی کل قطعه باید 2 بار اجرا بشه. خب یه شعر خیلی ساده هم روش گذاشته شده، اگه دوست داشتید میتونید با شعر هم امتحانش بکنید. اینجوری میشه، میخونیم این آدم برفی جلوی تنور، بسته نون پخته آتیش گرفته، کی دیده که بر آتیش بگیره، بارون فروردین برفا رو شسته. دقت کنید اون علامت خط اتصالی که بین می و ره هست، یک حالت کمونی که بین می و ره 2 تا نوت دولاچنگمون کشیده شده، مربوط به شعر میشه. یعنی اینکه می و ره روش فقط یه بخش شعر خونده میشه. خونیم بارون فروردین، یعنی هجای ور توی فروردین روی می و ره کشیده میشه. میگیم بارون فروردین برفا رو شسته. که امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که قطعه‌ای که دوست دارید که توی 2-3 روز آینده آموزشش رو آپلود کنم رو کامنت کنید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. خوب و خوش باشید.